سلام مامان، سلام خوبی؟ مامان، چطوری؟ خوبی؟ چه قربونت، خبر؟ چیکار مرسی. ما هم خوبیم میکنی؟ خدا رو شکر. عروس تو پسرت رفتن با مسافرت. کی؟ کجا رفتن؟ آره، دیروز تو از دیدم کجا استوری میدونی؟ گذاشته بود زن داداش. تازه مادر زنش هم برده. مادر زنش هم برده ها؟ عوضی که تو رو ای ببره مادر پسر زنش رو بی‌حوصله برداشته من. برده. مادر خودش اینجا پیر تنها ول کرده، بعد رفته مادر واقعا زنش رو برده ها؟ چقدر این همش پسر من تقصیر باید اون زن بی‌حوصله باشه داداشه. که مادر خودش رو برداره ببره مادر زنش رو برداره ببره به مسافرت دور دور. قطع کن مامان جان. من مامان قطع کن که میخوام زنگ بزنم همچی یه کاری بکنم، فقط ببین تماشا کن. ببین چجوری من اینا رو از باشه مامان، مسافرت باشه. برو ببینم برمیگردونم. چی کار قطع کن، میکنی. فقط کاری قطع کن کن. اینا همین امشب از مسافرت برگردم. برو مامان، خداحافظ. صبر کن میدونم چیکار کنم. منو نمیبری مسافرت، مادر زنتو میبری. باشه صبر کن. اون عروسمو که براش دارم از پشت پاتون در میارم مسافرت. همین الان کاری میکنم برگردی. الو، سلام پسرم. خوبی مامان؟ قربونت بشم من. آره مامان، انقدر حالم بد شد. خواهرت مریم من آورده بیمارستان. الان آوردنم بیمارستان. میگن میخوان عمل قلب بازم بکنن. آره مامان، صداشم داره میاد. ببین انقدر حالم بد شد. نه مامان جان، نمیخواد از مسافرت برگردی پسرم. نه مامان جان، خوش بگذره بهتون، قربونت بشم. نه مامان جان، نمیخواد برگردی. نه من خوب میشم. میخوای برگردی؟ باشه مامان، هر جا خودت میدونی. میخوای برگردی برگرد. آره مامان جان. مامان جان من داره حالم بد میشه. آقای دکتر، من حالم بد شد. آی خدا خدا. منو نمیبری مسافرت ها؟ کاری کردم که همین الان پسرم برداره بیارد واسه. یادت باشه دفعه بعدی اول مادر شوهرتو ببری مسافرت.